سلام، امیدوارم که خوب باشید هر جا که هستید. امروز میخوام انرژی خوانی کنم. با نیت خاصی نمیگیرم کارتا رو. هر انرژی که خود کارتا بخوان بهم نشون بدن رو برای شما تفسیر میکنم. و یه نکته مهمی که همین اول کار ویدیو خواستم بگم اینه که پنجشنبه ما شب آرزوها رو داریم که حالا به اسم لیلة الرغائب شناخته میشه تو ایران. و به لحاظ آسترولوژی این شب واقعا شب قوی هست برای درخواست خواسته هاتون، آرزوهاتون. اصلا ازش غافل نشید. و خب مشخصا این رو حالا اعلام کردم که بگم مشخصا برای شم تراپی اگر که میخواید رزرو کنید، چون میگم این شب واقعا قوی هست و خب شم تراپی مثلا اساسش برای تحقق آرزوها هست، برای اینکه سریعتر ما رو به خواستمون برسونه یا اینکه اصلا ممکنش کنه برامون. هر چقدر هم که حالا میخواد این خواسته دور باشه، اینه که هر مدل شم تراپی که میخواید انجام بدید حتما این ویدیو رو که دیدید برای رزروش به من دایرکت بدید. مطمئن باشید که یک تاثیر فوق العاده ای داره توی زندگیتون. من حتما برای خودم هم انجام میدم هر شب لیلة الرغائب منظورم هست، یعنی هر سال این شب من هیچ وقت ازش غافل نمیشم، چون که واقعا تاثیرش رو دیدم و اصلا انرژی هاش رو نمیتونم با شب‌های دیگه مقایسه کنم. انگار که یک موقعیتی هست که حالا فقط یک عده‌ای میتونن ازش بهره ببرن اگر که حواسشون بهش باشه. حالا به هر حال خواستم حتما اعلام کنم این رو بهتون، چون میدونم یک عده واقعا احتیاج دارن که این رو بشنون. و حالا این قول رو از من داشته باشید که تفاوت انجام دادن شب تراپی توی این شب و شب‌های دیگر رو خودتون متوجه میشید. البته که من همیشه میگم ماه کامل یا ماه نو واقعا شب‌های پر انرژی هستن، اما این یک شب در سال خب دیگه خودتون باید قدرش رو بدونید. مرسی که پیج رو ساپورت میکنید به هر طریقی که میتونید، با فالو کردن، لایک، کامنت و اینکه حتما سیو کنید اگر که میبینید فالی حالا به شما میخوره که بعدا نتیجهش رو ببینید، یا اگر که میخواید فالی براتون محقق بشه حتما سیوش کنید. اینجوری انگار ذخیره‌اش میکنید مثل یک ویژن بورد توی خاطراتتون و یا توی خواسته هاتون. ببینیم که کارت ها چه چیزی رو، چه انرژی هایی رو میخوان به ما نشون بدن. گفتم با نیت خاصی نمیگیرم، هر چیزی که قرار باشه به گوش ما برسه، هر پیامی که قرار باشه ما دریافت کنیم. در ضمن کلا توی این شب، حالا شبی که پیش رو داریم لیلة الرغائب، خیلی خوبه که حتما خواستهاتون رو بنویسید، آرزوهاتون رو ببینید با جزئیات بنویسید، هر چیزی که میخواید. مشخصا اگر حتی شم تراپی هم انجام میدید پیش من یا پیش هر کس دیگه ای، حتما این کار رو انجام بدید، چون واقعا از انرژی نوشتن نباید غافل بشید. اگر تاثیرش رو بدونید اصلا ازش کوتاهی نمی کنید. و اینکه باز تاکید میکنم اگر که این کار حالا با یک شم تراپی انجام بشه 100% انگار که تاثیرش رو چند برابر کنید. نمیدونم اصلا چرا دستم رفت به این کارتو کشیدم، انگار که واقعا حالا داشتم حرف میزدم ذهنم رفت یه جای دیگه، ولی 100% وقتی که این کارت تو دست من اومده قرار بود پیامی رو، مشخصا پیام های نگفته ای رو از شخصی به شما برسونم. چون من میگم اصلا نیت نکرده بودم که بخوام با موضوع خاصی این کارت رو بکشم، اما وقتی که این دک اومده توی دست من 100% پیام رو برای شما داد. کارتتون خیلی جالب افتاده. این انرژی که حالا به من میدن انگار که یک حالتیه که شما یا یک جدایی رو تجربه کردید، میتونه حتی برای یک عده زیادی طلاق باشه، یعنی جدایی که کلا طلاق بوده. نمیخوام ببینید، چون چند تا شخص رو داره به من نشون میده، چند نفر رو توی زندگیتون در حال حاضر داره بهم نشون میده، من نمیخوام بگم که اوکی اگه فلان کسی بودی که ازش جدا شدید، حالا مشخصا برای اونایی که طلاق گرفتن شما 100% دوباره با این آدم بازگشت دارید. نه، برای یک عده‌تون چرا این ممکن هست اوکی، اما نه برای همه. یک عده‌تون باز میگم اگر طلاقی داشتید خیلی الان زمانیه که ممکنه دوباره به هم برگردید. مشخصا اگر که توی این داستان خانوم خواسته که جدایی باشه، یا اینکه حالا به خاطر مسائل خانوم این جدایی اتفاق افتاده، من برگشت رو براتون میبینم. ببینید کسی هست که حالا حتی اگر نخواید برگردید، شخص قبلی زندگیتون به شدت داره شما رو چک میکنه، یعنی کنترلتون میکنه، آمارتون رو داره، میخواد توی فضای مجازی باشه، میخواد آمارتون رو از این اون گرفتن باشه، ولی اصلا ببینید شده یه جا خودش رو استتار کنه، اما آمار شما رو داره. از این بابت حواستون به خودتون باشه. و ببینید در کل من میبینم که
یک خبری از شخصی که از زندگیتون به طور کامل رفته، یعنی شما هیچ خبری ازش ندارید، فکر می‌کنید کلاً کات شده، یا واقعاً به یک حدی رسیده ارتباطتون اون زمان که کلاً کات شده، یک خبری از این شخص میشنوید و اتفاقاً بعد از شنیدن این خبر سر و کله‌اش توی زندگیتون پیدا میشه. 100% که ببینید آس جام رو بر من انداخته، حالا اینو نمیتونم رو این بیارم بالا ولش کن، ولی این کارت خیلی خوبه، لطفاً بتونید ببینیدش. اینجوری بیارمش بالا. اوکی، حالا ببخشید اگه تکون خوردید. ببینید این کارت واقعا کارت قوی هست. آس جام به این معنیه که اون طرف انگار که جام عشقش رو به شما تقدیم میکنه، مشخصا بعد از اینکه میگم یه خبری ازش میشنوید، یا حالا مثلا میفهمید آقا اومده سمتتون، اومده شهرتون، اومده کشورتون، یا اینکه اصلا جوین شده مثلا میگم به فلان پلتفرم، اوکی، همچین حالتی شما ازش یک خبری میشنوید و بعدش حالا با یک پیام ممکنه شروع بشه برای یک عدتون، یا یهویی اصلا جلوتون ظاهر بشه طرف، چون میگم خیلی این شخص آمارتون رو داره. و ببینید این شخصی که برمیگرده به زندگیتون سرکلش میگم پیدا میشه، کسی که انگار به یک بلوغی رسیده اتفاقا تو این زمانی که از شما جدا بوده و کسی که شما دوستش دارید. عزیزم اگر از کسی بدتون میاد و میخواد سر به تنش نباشه، این اون شخصی نیست که به زندگیتون برمیگرده. مشخصا پیام من برای عده‌ایه که هنوز کسی رو دوست دارن اما از زندگیشون رفته، تمام شده، اما دست پر این شخص 100% به سمتتون برمیگرده. ببینید خب این کارتی که گفتم از دکی کشیدم که یهویی دیدم توی دستم دارم ازش میچینم، معناش به اینه که ببینید این شخص اتفاقا این تایم جدایی براش مثل یک بهبود بوده، انگار که بخواد ریفرش بشه یا حالش خوب بشه، بتونه اصلا فکرشو جمع کنه، زندگیشو جمع کنه، هر چقدر هم طولانی شده باشه، ممکنه حتی برای یک عدتون به سال کشیده باشه، یا اینکه حتی اگر که میدونید این اتفاق نیفتاده به سال بکشه و بعدش این شخص بیاد، اما مطمئن باشید که این شخصی که از گذشته‌تون 100% به سمتتون میاد و برای یک تعهد هم میاد به سمتتون. و دلیلش هم اینه که ببینید اون درسی که باید رو از این داستانی شخص گرفته، انگار که حالا بگیم درس معنوی یا هر چیزی، اون رو از این داستان گرفته و تونسته خودش رو جمع جور کنه، افکارش رو، زندگیش رو، هر چیزی. مشخصا اگر چتی با این شخص داشتید، عکسی داشتید، هر چیزی، بدونید که این شخص تمام این مدتی که از شما دور بوده یا هست اینا رو مرور میکرده، چه اگر که چت باشه همش میخوندتشون، اگر عکسای دو نفرتون تکیتون باشه اینا رو هی میدیده، یا اگر که مشخصا میگم برای یک عده زیادتون میبینم کلا به صورت مجازی آمارتون رو داره، هی چکتون میکنه، همینجوری حالا تو پیجتون هست به اسم ناشناس، یا اینکه یک سری عکس هایی رو از پلتفرم های مختلفتون از شما میبینه و انگار که اون تایم یک چیزی رو برای حالا ترسای خودش، به خاطر ترسای خودش از شما پنهان کرده توی اون تایم. اما ببینید من گفتم این یک درس معنوی گرفته، من اصلا این کارت رو اون لحظه ندیده بودم، اما دقیقا همین رو برای شما، یعنی جز به جزش جمله بندیش همینه. این شخص یک درس معنوی رو گرفته از در زمان جداییش از شما، اوکی؟ و اینکه بدونید اون تایمی که خودش جدا شده براش از شما سخت‌تر بوده، شاید شما خیلی احساساتی تر برخورد کردید یا خیلی بهتون فشار اومده، اما بدونید که اون هم به همین نسبت حتی بیشتر براش سخت بود که اصلا بخواد این جدایی اتفاق بیفته یا بخواد این دوری رو تحمل کنه، اما چون احتیاج داشته به یک ساختن، اینکه خودش رو بسازه از نظر ذهنی، حالا ممکنه حتی برای یک عده مالی باشه این داستان، انقدر تحت فشار بوده که نمیتونسته ذهنش رو جمع جور کنه و بخواد اصلا به یک ارتباط عاطفی بپردازه. الان دیگه خودش رو جمع جور کرده و 100% عزیزم تا 8 وعده دیگه این شخص به سمتتون میاد. ببینید 8 وعده حالا میتونه، اگر که میدونید طولانی مدت 8 ماه از زمان کاتتون باشه، 8 روز واقعا، چون این یکم تایم سریعه، اوکی، برای همین من گفتم اگه یه تایم طولانیه بدونید که از اون تایم اگر 8 وعده شده باشم 100% باز به سمتتون برمیگرده، هر چقدر دیر شده باشه. و ببینید باز این کارتو داره به من میده که میگه ما دوباره با هم خواهیم بود، اوکی. خیلی جالبه که خود این کارت ها، خود این دک انتخاب کرد که این پیام رو به شما بده و تهش هم به همین خوبی تمام شد که ما دوباره با هم خواهیم بود. و من باز تاکید میکنم این چینش برای کسانی که هنوز علاقه‌ای به اون شخص دارن، حتی اگه خودتون پنهانش میکنید، حالا چون طرف رفته میگید که نه دیگه اصلا ببخشید فلان فلانش، حالا اونو کلمه رو نمیگم، فلان فلانش اصلا که رفته اصلا من دیگه دوستش ندارم اینا، ولی ته دلتون خودتون میدونید که دوستش دارید و برگرده دوباره باهاش شروع میکنید. اینه که راهش رو با انرژی های منفی سد نکنید عزیزم.
امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید. مشخصا براتون ببینید حالا این کلید افتاده، ببینید این کلید وقتی برای شما افتاده و من خیلی روشن این داستان 100% بالاخره کلید این داستان برای شما پیدا شده و خب خیلی خوب نتیجهش رو 100% میبینید. مرسی که پیج رو ساپورت میکنید. حتما اگه خوشتون اومد برای دوستانتون بفرستید، سیوش کنید و از همه مهمتر اگر اکسپلور میاید حتما این پیج رو فالو کنید برای حمایت بیشتر. و خوب و خوش باشید هر جا که هستید.